به مایندورا خوش اومدید. دوره غلبه بر وسواس ذهنی. سلام، خوش اومدی به روز 4. تمرین امروز یه ابزار جدید برای خالی کردن ذهنت بهت معرفی میکنه. بذار اول از همه خیالت رو راحت کنم که خود فکر کردن نیست که مشکل ماست. چیزی که باعث اذیتمون میشه محتوای چیزاییه که داریم بهش فکر میکنیم. چیزی که مهمه کیفیت افکار آگاه بودن به واکنشت نسبت به اون افکار، چون اگه عاقلانه ازشون استفاده کنی میتونی از افکارت برای خلق یک واقعیت جدید استفاده کنی. اما برای این کار باید یه مدتی وقت بذاری و به روایت درونت گوش بدی. اگه هنوز قلم و کاغذ نداری، دکمه پازو بزن و برو بیارشون. برای آماده شدن برای این تمرین ژورنال نویسی میخوام اول به خودت یک لحظه وقت بدی تا تمام وجودت رو اینجا و توی همین لحظه جمع کنی. فعلا خودکار بذار کنار، راحت بشین و چشماتو ببند. میخوام مثل تمرین قبلمون الگوی فعلی نفستو بررسی کنیم. هرچقدر بیشتر اینجا با خودت بشینی، از فکر کردن به نفست به سمت حس کردن نفست و صمیمی‌تر شدن با الگوی نفسی که الان زنده است و پویاست حرکت میکنی. حالا میخوام یه نخ نقره‌ای از جنس نور رو تصور کنی که از فرق سرت تا انتهای لگنت در حال حرکته. میخوام متوجه بشی که چجوری نفست و همینطور آگاهیت شروع به سازماندهی شدن و جمع شدن دور این نخ نقره‌ای نور میکنن بر اساس تمام حرکت هایی که تا الان انجام دادی. ما امروز وارد بعد متفاوتی از نفس میشیم. همینطور که نفستو میدی تو، تصور کن که اون نخ نقره‌ای با هر دم درخشان میشه و از مرکز وجودت به سمت لبه های وجودت و فراتر از اون گسترش پیدا میکنه. و وقتی نفستو میدی بیرون توی بازدم، اون نور نقره‌ای به سمت مرکز برمیگرده. پس وقتی نفستو میدی تو، اون خط نقره‌ای بزرگ میشه و درخشان و تا لبه وجودت میاد. و وقتی نفستو میدی بیرون، باز اون نور درخشان جمع میشه و تا اعماق وجودت برمیگرده. همینطور که به این شکل نفستو دنبال میکنی، ببین که چطور با دم بدنت منبسط میشه و با بازدم بدنت منقبض. میخوام درخشندگی نور به صورت یک نواخت توی 360 درجه از مرکز بدنت، از لگن تا فرق سرت که پخش میشه رو ببینی و باهاش هماهنگ شی. هر چقدر بیشتر باهاش هماهنگ بشی، نسبت به فضای درونت و اطرافت آگاه تر میشی. میخوام همینجا توی این ضربان بمونی و خودتو با اون کانال مرکزی، با اون نور شگفت‌انگیز تنظیم کنی. آفرین. میخوام حالا آروم چشماتو باز کنی و خودکارتو برداری. میخوام هر فکر و خیالی که آماده است از خودکارت به سمت کاغذ سرازیر بشه. میخوام همه چی رو خالی کنی. اصلا میتونی بعدش کاغذ رو بندازی دور. پس بی خیال شو، فقط بنویس هر چیزی. بی خیال عالی و بی نقص شدن نوشتن شو. فکری که باید جملاتتو کامل بنویسی یا اینکه نوشتت حتما باید معنی بده رو کامل رها کن.
این کاغذ میتونه حبابای فکری، سبکای مختلف نوشتاری، اندازه‌های مختلف نوشتن، جملات یا کلمات بی ربط داشته باشه. اوکی، این یه پاکسازیه. فقط آماده ای؟ فکر نکن، فقط برو، خودکارتو حرکت بده. وقتی که حس کردی کار تمومه، نمیخوام بخونیش. این صدا رو دوباره پلی کن و برگرد پیش من. خب، کارت عالی بود. حالا سفر برگردون یا برو صفحه بعدی. میخوام حالا غالب ترین و تکراری ترین فکری که الان یا به طور کلی حس میکنی زندگیت رو خراب میکنه رو بنویسی. میتونه یه حسی باشه که داری، یه جمله تکراری، یه نوع انتقاد به خود، یه بحث حل نشده، یا یه موقعیتایی که توش باعث میشه ناراحت باشی یا احساس بیقراری کنی. تو این یکی میخوام بذاری احساساتت جاری بشن، احساساتی که احساس میکنی زندگی تو خراب میکنن. اینجا رو پاس کن و برو. خب، عالیه. این یه پاکسازیه، یه رهاسازی انرژی ذخیره شده تو. حالا کجای زندگیت داری مقاومت میکنی؟ میخوام اینو بنویسی. میخوام بنویسی تو زندگیت در برابر چی داری مقاومت میکنی. هر چیزی، کاریه که، حسیه که، کسیه که، خاطره‌ایه که، یه رفتاری تو خودته، هر چی. میخوام الان اینو پاس کنی و وقتی کارت تموم شد برگردی. حالا میتونی احتمالات، شفقت و یا بخشش بیشتری رو در نظر بگیری. وقتی یه فکر به اندازه کافی تکرار بشه، به ذهن ناخودآگاه ما منتقل میشه و دیگه حتی اون رو نمیبینیم. اما اون فکر مثل بستریه که داره تجربه‌مون رو هدایت میکنه. اضطراب برای ما یه دیدگاهه که حفظش کردیم. وقتی این دیدگاه به پیش‌فرض تبدیل میشه، ممکنه حس کنی که هیچ گزینه دیگه‌ای وجود نداره. اما همیشه گزینه‌هایی هست. فقط باید خلاق باشیم تا پیداشون کنیم. علم نوین مغز وارد حوزه انعطاف پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیتی شده، یا به زبان ساده تر کشف کرده که مغز ما همیشه تو حالت تغییر دادن خودشه. این یعنی که تو توانایی اینو داری که الگوهای قدیمی رو هرس کنی و مسیرهای عصبی جدیدی از امکانات و موقعیت‌ها بسازی که به مرور و در نهایت باعث تغییر نحوه کارکرد ذهنت میشه. مثال خیلی ساده‌ای داره که ما همیشه زندگیش کردیم. ما علاوه بر این که با دوستای متفاوتی، آدمای متفاوتی بودیم، تو سالهای مختلف آدمای متفاوتی بودیم، تو روابط مختلف آدمای متفاوتی بودیم، یا یک چیزای مشترکی داشتیم، یا بعضی وقتا ترس از اینکه آدمی بشیم که بین این شرایط بوده باعث میشه نگاهی پیدا کنیم یک کلیت تغییر ناپذیریم. ولی نه، بازم میگم تو توانایی اینو داری که الگوهای قدیمی رو هرس کنی و مسیرهای عصبی جدیدی از امکانات و موقعیت‌ها برای خودت بسازی که در نهایت باعث تغییر نحوه کارکرد ذهنت میشه. برای فعال کردن این قابلیت دوباره به چیزایی که توی تمرین ژورنال نویسی اخیرمون کشف کردی
از یه دیدگاه متفاوت نگاه کن. غیر از پارت اول بقیه‌اش رو دوباره بخون. حتی اگه میخوای پارت اولم بخونی بخون. حالا میخوام تصور کنی که یه نفر اومده پیشت، یه دوست صمیمی، یه بچه کوچیک، و فکر کنی این چیزایی که تو نوشتی رو بهت میگه که این چیزا داره توی ذهنش اتفاق میفته. میخوام فکر کنی چطور بهش کمک میکنی که از یک دیدگاه دیگه اینو ببینه، یا چی بهش میگی که حالش بهتر بشه. ما اینجا 2 جمله داریم که روی این فکر تأثیر میذاره. اول این که هر چیزی که ما در قبالش مقاومت میکنیم برای همیشه باقی میمونه. و دومی اینه که هر چیزی که ما داریم تجربه میکنیم وجود داره تا کمک کنه که ما بیدارتر و هوشیارتر بشیم. پس برای این سوال اول با در نظر گرفتن این فلسفه ها یا با در نظر گرفتن این جمله ها تأمل کن و فکر کن که مقاومت تا اینجا اومده تا چی رو بهت یاد بده، و اگه اون در مقاومت رو باز کنی چه احتمالات دیگه ای میتونن به رود باز بشن. میخوام اینو بنویسیم. باز کن و وقتی کارت تموم شد برگرد. آفرین. حالا نقطه مقابل این انتقاد یا این فکر غالب و تکراری که داره تو رو خراب میکنه چیه؟ میخوام اون جایی که نوشتی چه چیزی حالتو بد میکنه، حالا همون جمله ها رو با کلمات مثبت بنویسی. انگار که الان و در همین لحظه حقیقت دارن. جمله رو میتونی با من هستم شروع کنی. مثلا اگه جملت اینه که من لیاقت دوست داشته شدن رو ندارم، نقطه مقابلش میشه من دوست داشتنی هستم. یا آدمای دیگه ارزش من رو ندارن. همینطور اگه حس طرد شدن داشتی میتونی بگی من به همه جا متعلق هستم، من دوست داشتنیم، من توی هر جمعی میرم احساس متعلق بودن به اون جمع رو میکنم، قسمتی از اون جمع ارزشمندم. یا اگه حس ارزشمند بودنت کمه میتونی چیز شبیه این بگی من ارزشمندم یا من مهمم. میخوام امروز یکم به خودت وقت بدی، یکم با این قضیه بازی کنی. میخوام امروز یکم به خودت وقت بدی و با این قضیه بازی کنی. اجازه بده توی این فکرها یه جایی بری که قبلا نرفته بودی، یه جایی که مصنوعی به نظر میرسه. میخوام خوش بگذرونی. میخوام اون ترفندی که بهت گفتم و دوباره یادت بیاد. تصور کن با بهترین دوستت یا با یه بچه کوچیکی حرف میزنی که این مشکلاتو نوشته. از چه زبانی استفاده میکنی تا نقطه مقابل اون جمله تخریبی رو بیان کنی؟ میخوام تو پایان این تمرین 2 جمله خیلی واضح داشته باشیم. اول چیزی که داری رها میکنی. دوم چیزی که داری به زندگی دعوت میکنی یا چیزی که میخوای بهش تبدیل بشی و داری تبدیل میشی. میخوام به این تمرین ادامه بدیم. اگه وقت کردی هر روز، اگه وقت نکردی هر چند وقت یه بار، به وضوح کامل در مورد این 2 جمله‌ای که گفتم برسی. ما تو روز 6 دوباره به این 2 جمله برمیگردیم. تا اون موقع به تمرینای نفس کشیدنت و حضور توی لحظه ادامه بده. کارت عالیه. ممنونم واقعا.